جناب سفیر، لحظه چند پیش شما با اضطراب درباره یک حادثه‌ای که در مسکو صورت گرفته است حرف می‌زدید. این چه حادثه بود؟ شهروندانی که باید با ارمنستان سفر کرده بودند، طبق مقام قانون‌هایی که در روسیه است، هر شهروند تاجیکستان در مدت بگیم که بعد از هر 3 ماه باید از سرحد روسیه بیرون شوند و باز وارد شوند. از همین خاطر جانب ارمنستان که سرحد رو بسته است، بغیر از شهروندان خودشون هیچ کسی قبول نمیکنن، اونها پس گرداندن با مسکو در فرودگاه شریمتیو. حاضر جانب سرحدبانان فدراسیون روسیه با آنها گفتن که اونا اجازت ورود به قلمرو روسیه ندارن، طبق قراری که حکومت فدراسیون روسیه برآورد. ندارن، خاطر اونا باید از همون زون ترانزیتی که در اونجا هستن باید با دولت دیگر پرواز کنند، اونجا به دوشنبه. از همین خاطر من با وزارت کارهای خارجی فدراسیون روسیه در تماس بودم و خواهش کردم که این 17 نفری که حاضر در فرودگاه شریمتیو هستن، اونا را حاضر ما باید اینا اجازت بدین که اینا وارد شوند به قلمرو فدراسیون روسیه در ایرپورت شریمتیو. ما اونا گرفته از ایرپورت فرودگاه شریمتیو با دامادیدو بریم که یگانه پروازی که به دوشنبه هست از همونجا از طریق فرودگاه دامادیدو ما اونا به وطن برگردیم. همین خیلی وضعیت ها خیلی زیاد شده استادن، چرا که مردم هرچند که ما با واسطه اخبار عامه و با شبکه‌های اجتماعی معلومات را فرستاده استادیم، در تلویزیون این معلومات هستن و مردم این چیزا را کم میخوانند، نمیدونن که حاضر از قلمرو روسیه ترک کردن با راه‌های زمینی، با ماشین، با پایزد، با قطارها اجازت نیست. تنها پروازهایی که اونا بسیار کم شده از به طریق مسکو میتوانند به وطن پس گردند. یعنی که ما گفتیم که حاضر اونا باید قلمرو روسیه فدراسیون روسیه در این وضعیت البته ترک کردن مشکل است، ترک نکنند، بیستن از برای که اونا به طور قانونی در قلمرو روسیه باشند. ما از حکومت روسیه خواهش کردیم، نه تنها ما، من فکر میکنم که دیگرها هم، و دیروز هم من یک صحبت با مجله کمرسان داشتم و در اونجا من گفتم فکرم که باید حاضر در همون مدتی که کرانتین اعلام شده است باید همون قانون‌هایی که هست باید بیکار کرده شوند. مسئله‌ای که اونا اگر مهلت اقامتشون در روسیه اگر گذشته باشد اونا باید تمدید شوند، یا که در همین مهلت به طور قانونی شهروندان تاجیکستان، نه تنها تاجیکستان بلکه مهاجران مهنتی توانند در قلمرو روسیه باشند. همین خواهش رو ما کردیم. الان حکومت روسیه این مسئله را بررسی کرده شده است. حاضر من باز یک بار دیگر صحبت داشتم با سردار ریاست وزارت امور خارجه روسیه. اونا گفتن که ما حاضر همین مسئله را دیده ایستادیم که کدام راهی با قانونی، یعنی که مهاجر مهنتی باشند در اینجا، شاید که امروز فردا این قرار باید برآید. خب این قرار باید در پارلمان روسیه تصویب شود؟ حاضر ما میبینیم که اگر دیگرگونی با قانون باشد البته در پارلمان روسیه باید تصویب شود. اگر با قرار حکومت یا همون شتابی که حاضر تشکیل کردن با اونا باشد، شاید همین بسنده باشد که کسی که از مهلتی بود و باشش با آخر رسیده است و خطری بعد از یک ماه یا یک ماه بعد که کرانتین تمام شود خطری دیپورت شدن نداشته باشد. من فکر میکنم که جانب روسیه این مسئله را خوب درک میکنن، میفهمن، چرا که من در همون صحبتم قید کردم با روزنامه مجله کمرسان که من حاضر مهاجر مهنتی موسمی که در تاجیکستان، در ازبکستان، در دیگر جمهوری بودن
اونا وقتی برگشتن است، یعنی که اونا همون موجه موسمی باید می آمدن به فدراسیون روسیه برای کار و حاضر سرحد بسته است، اونا نمی توانند و میلیون ها قوه کاری که باید در روسیه فعالیت میکردن کار میکردن اونا نمی توانند و از همین وضعیت به نوبت گرفتن. باید اقتصاد کار کنند، باید کارخانه ها کار کنند، باید نقلیات کار کنند، باید مغازه ها کار کنند، باید اینفراستراکتور باید کار. از همین لحاظ من گفتم که همون شخصانی که در قلمرو فدراسیون روسیه هستند اونا باید با پرداخت نکردن حتی پول پاتنت، چرا که اونا پول هم ندارن برای پاتنت پول پاتنت دادن، یعنی در همین وضعیتی فوق‌العاده، یعنی وضعیت فورس ماژور که شاید در 50 سال 100 سال یک دفعه کار میشد، ما باید نه از روی اون قانون ها و ترتیبی که تا حاضر در شرایطی بگویم که عادی فعالیت میکرد، یعنی ما باید وضعیت نگاه کرده قانون و قرارهای نو براریم که یعنی پیش از همه فدراسیون روسیه که مردم توانند در اینجا باشند، کار کرده توانند، زندگی کرده توانند، چرا که قریب طبق معلومات های عمری قریب 10 میلیون مهاجر مهنتی از تمام دولت های دنیا در فدراسیون روسیه زندگی میکنند و اینا همشون حاضر ناممکن است که صدها هزار که میلیون نفر مهاجر مهنتی را حاضر به همون دولت هایی که از اون جمله فرستند. این ناممکن است. احتمالیت تمدید یا دیگر کردن قرار وجود نداشته باشد، پس احوال مهاجران مهنتی چه خواهد شد؟ نداشته باشد باید نباشد، یعنی که باید حتما در این قانون باید دیگرگونی وارد کرده شود. این وضعیتی که به عمل آمده است در دنیا، این وضعیت مهاجر مهنتی نکردن، نابسته از خواهش مردم است، نه از خواهش مهاجرای مهنتی است و دیگر است. این وضعیت به عمل آمد، وضعیت فوق‌العاده است. از همین خاطر باید قانون‌هایی که در وضعیت فوق‌العاده عمل میکنند باید این قانون‌ها عمل کنند، نه اون قانون‌هایی که پیشتر بودند. اونا باید هر چی تیزتر یعنی که باید من همین به همین سوال‌ها جواب بدم، چرا که باز تکرارم شود روسیه یک از بسیار دولت بزرگ است و میلیون ها نفر مهاجر مهنتی در اینجا فعالیت میکنند و نه تنها مهاجر مهنتی از سابق دولت‌های اتحادیه شوروی بلکه شهروندان زیادی دولت‌های دیگر هم هستند اینجا که در شرکت‌های بزرگ کار میکنند، از دولت‌های اروپا هم هستند، آمریکا هم هستند، یعنی وابسته به شرایط عمل کردن. مثال عادیه که امروز در فرودگاه شرمتی و باوقوفه است پیوست، یعنی که اون اینستروکسیا دارن که باید وارد نشوند، یکی اونا از اونجا رفتن نمیتونن، یعنی که باید همون نهادهای مربوطه باید وضعیت نگاه کرده قرار بگیرن. این خیلی نه که شما باید وارد نمیشوید، نمیتونید شده، شما باید از اینجا روید. چه روند؟ سفیر محترم، شما اینا از نگاه قانون انسانیت میگویید. قانون‌های موجود هستند که موضوع انسانیت به اعتبار نمیگیرن. خب اگر همین خیلی حادثه شود که مثلا مهلت بردوباشت مهاجران مهنتی که اون 3 ماه است، با انجام یافتن این 3 ماه باید که ترک روسیه کنند و دوباره به آنجا برگردند و این عین زمان غیر امکان گشته است. اگر همینطور صورت گیرد اونا چی باید کنند؟ مثلا عین زمان اون کسانی که در میدان هوایی شریمتو قرار دارند. نه، از همین خاطر ما به جانب روسیه مراجعت کردیم و ما از اون قاطعانه طلب میکنیم که دیگر راه نیست، راه یگانه از فرودگاه شریمتی برآمدن و به فرودگاه دمدیدو بردن است، دیگر راه نیست. و من فکر میکنم که در این وزارت و اداره اینجا هم آدمایی که این چیزا میفهمن و درک میکنن نشستن و ما حل این مسئله البته میابیم. برای همین و این هیچ ناممکن است که
17 نفر در همون زون ترانزیت مونند دیگه اجازه رفتن ندارن ممکن است خب اجازه حتما میشود این یک وقت مهلت طلب میکنه. سفیر محترم ما بسیار خوش هستیم که در دوام 2 دقیقه شما یک مسئله بسیار مبرم مهم برای مهاجران را حل کردید. خب این خیلی مشکلات ها این خیلی پرابلم ها در شرایط کنونی نسبت مهاجران زیاد است یا کم؟ اگر مشکلات بودن کدام مشکلات است؟ خیلی زیاد از مردم یک سوال میکنن میتوانیم ما سرحد روسیه برای ما با پس کردیم یک قریب از صدها یک سوال از یک سوال نه ما گفتیم که نه ممکن نیست و برآمدن از قلمرو فدراسیون روسیه با دیگر دولت ها اجازه نیست تنها با اون پروازی که موجود هست یک پرواز در یک روز شاید 2-3 پرواز در یک هفته شود در آینده شاید 2 پرواز در یک هفته شود آینده با همین پرواز تنها میتوانند که از فدراسیون روسیه برآیند. برای همین ما مراجعت کردیم که با حد امکان ما مسئله بودوباش با فدراسیون روسیه البته مطرح میکنیم از اونا خواهش میکنیم که من همون مهلتی بودوباشم اگر پایین تمام شده باشد اونا قانونی توانند که تا تمام شدن همین کرانتین در قلمرو فدراسیون روسیه باشند. راه فقط همین است دیگر راه وجود ندارد. سفیر محترم خب میان مهاجران مهنتی تاجیک گرفتاران کرونا ویروس هستند؟ ما خیلی معلومات رو نداریم که یگان شهروند تاجیکستان گرفتار این کسل باشند. الان این خیلی معلومات وجود ندارد. یک مسئله دیگر خب بسیاری از مهاجران مهنتی استراحت طبی ندارند. در صورت گرفتار شدن اونها رو چگونه باید تبابت کرد؟ و شاید پول هم نداشته باشند. من وابسته از گویم شهروندی کدام دولت است چی است این وضعیت به عمل میبید و من فکر میکنم که حاضر در این مسئله هم حاضر پیشنهادها شده ایستادن و یگانه راهی باز تکرارم شاید پیش گرفتن من همین مریضی آلودگی از همین ویروس نابسته از ملت و نژاد و شهروندی باید کمک رسانده شود. مهاجرایی که اگر که در خانه بند باشند و به حقوق بیرون برآمدن نداشته باشند سفارت یا خدمات مهاجرت تاجیکستان به آنها چگونه کمک میرساند؟ چگونه غذا میرساند؟ چگونه لباس میرساند؟ چگونه از احوالشان خبر میگیرد؟ شما تصور میکنید که چقدر شهروند در فدراسیون روسیه است چقدر میتواند سفارت با صدها هزار غذا را برای کمک کنند؟ این ناممکن است. سفارت میتونه به این مسائلی که برای بودوباش و دیگر این مسائل را کمک کنند. من مسئله 17 کس 20 کس 30 کس یک فرودگاه بردن میتونه کمک کند. من سفارت میتونه یگان سند و حجت گذاری را کمک کند. سفارت میتونه فکری شهروندان تاجیکستان اونا با حکومت دولت رساند و راه حلش را پیدا کند. یکی سفارت با 30-40-50 نفر چخیل میتواند با همه آدمایی که در خونه‌شون نشسته غذا تقسیم کنند؟ این ممکن است. حالت‌های خیلی جایی که انسان هست مردن هم هست. خب این حالت‌های اکستریمالی و مثلا اگر که پرواز طیاره‌ها قطع شود چگونه این مسئله حل خواهد شد؟ این مسئله طبق قانون‌های حالت فوق‌العاده حل میشه. من از شهروندان تاجیکستان مهاجر مهنتی خواهش میکردم که از همون جای اقامت و جایی که اگر شرایط پیدا کرده باید نبرایند از خانه. در روسیه بیش از 40 دیاسپوراها فعالیت دارند. اونها با سفارت با خدمات مهاجرت در رابطه هستند یا نه؟ البته تعداد دیاسپورای ما 40 نه قریب زیاده از 90 دیاسپورای تاجیکان در فدراسیون روسیه فعالیت میکنند. ما با همش در تماس هستیم. ما در گروهی در واتساپ هم گروه ها داریم که با اونا پیوست هستیم و نفران مسئول با سفارت با اونا در تماس هستند
аммо маълумотҳоро доим аз онҳо мегирем ва кӯшиш мекунем ки масалан кӯмак расониги дар вазъияти ҳозира кӯмак чӣ метавонад шудан? Кӯмак ин боз мегӯям ки муроҷиат кардану роҳҳои ҳуқуқиро дигаршо пайдо кардану масъалаи мардумро ҳал кардан. Имсол дар Россия Наврӯзро ҷашн мегиранд? Не, албатта ҷашн намегиранд. Мо нақша доштем ва бо ҳамроҳи ҳукумати Москав мо бояд дар ВДНХ ҷашн мегирифтем. боз дар Царицина як чорабинӣ бисёр хуб доштем, аммо ин чорабиниҳо намегзаранд албатта. оила тиҷӣ садранги зиндагӣ. ба сомонаи мо обуна шуданро фаромӯш насозед.